آخه احساس کردم یه هیجانی توی چشاته که دارم می‌خواست به بچه‌ها نشون بدم. من با یه مدت طولانی از زندگی موامو همیشه از ته می‌زدم، فکر کنم خیلی قشنگ‌تره، ولی الان که نگاه می‌کنم شبیه یک تک سلولی بودم بیشتر. قشنگه. آخه موها نه، شاید دو چش و ابروهای سیاهی داشتم که اصلا نه قشنگه. این مال بچگی که هری پاتر خیلی دوست داشتم. من لباسم اونی لباس هری پاترمو خودم درست کردم. اون یه عروسک جغده که جغده که نامت می‌خواست. اینجا واقعا مثلا 9 سالمه. همون اولایی که هری پاتر رو خوندم. بعد آره این مانتوی مامانمو گرفتم با پیرن بابامو. هنوزم همین کارا رو می‌کنی؟ آره. یعنی 2 سالی که تا الان فرق نکرد. میگم مال همون اون چی دسته؟ اون تیکه هری پاتر است که یه ریممبراله مال نویل، بعد مالفوی ورش می‌داره میره میخواد چیزش کنه برش داره. این مثلا من اینو با خودم بازی میکنم که من میرم اونو ازش میگیرم بعد اینجوریه، بعد اون اصلا توپم حتی نیست، بعد یه آیتم براقی که خودم داشتم میگن که این بچه‌مون جارو رفته بودن برام خیلی جارو